در این ویدیو این دفعه می‌خوایم با پنسمو تلینگ بسازیم. وسایل مورد نیاز: پنسمو، پیشگوشتی، انبرده، صفحه سنباده و ابزاری که برای تست تلینگ هست. پنسمو به صورت پیش‌فرض دهنه باز داره و ما برای بسته شدن دهنه باید فشار بیاریم. ما باید اینو عکسش بکنیم، این حالت‌ها، یعنی به صورتی باشه که پیش‌فرض دهنه بسته باشه و با وارد کردن نیرو دهنه رو باز کنیم. برای این منظور ما پیشگوشتی رو بین دو تا بازوی پنس قرار میدیم و با انبردست نیروی رو وارد میکنیم. مشاهده میکنید که الان دهنه پنسمو به صورت پیش‌فرض بسته هست و ما باید با وارد کردن شیئی بین این دو بازو دهنه رو باز کنیم. به این کار رو به وسیله کاغذی که به صورت فشرده در میاریم انجام میدیم. این کاغذ فشرده ما آماده شد. من بین این قرار میدم و با کشیدن این کاغذ فشرده به سمت دسته پنس دو تا بازو رو در واقع فاصله دار میکنم. خب پس این آماده شد. حالا باید ما سر این پنس رو به وسیله سنباده به صورت نوک‌تیز در بیاریم. با راپید علامت میزنیم و بعد توسط این دستگاه صفحه سنباده این کار رو انجام میدیم. در اینجا نیازه که یه دستگاهی رو بهتون معرفی بکنم. این دستگاه آب میوه‌گیری‌های قدیمی هست که در واقع ما روی اون صفحه فلزی آب میوه‌گیری صفحه سنباده میچسبونیم. مثلا میتونیم یه طرف صفحه سنباده یه درجه پایین‌تر باشه و یه درجه بالاتر و بعد اینا روی خود دستگاه قرار میدیم و پیشش رو میبندیم. با روشن کردنش میتونیم ازش استفاده بکنیم. این ابزار رو دوست خوبم استاد امید گنجلی در واقع به من معرفی کردن. نیازه که اینجا من ذکر نام بکنم. خب این طرفش سنباده زدتر هست. من این طرف رو میذارم، پیشو میبندم و قسمت هایی که با راپید علامت زدم و به وسیله صفحه سنباده حالتی که میخوام بهش میدم. خب تا این مرحله اگر دقت بکنید اون حالت تیزی رو من بهش دادم. یه ضخامتی لبه های تیغه داره. این ضخامت هم باید کمش بکنیم که اون نوک تیز پنس پیدا بشه و بتونه اون رنگ رو روی کاغذ بیاره. خب در اینجا یه مقداری من ضخامت لبه تیغه رو میگیرم و صفحه سنباده ما عوض میکنم که بتونم از اون صفحه‌ای که سنباده نرم‌تری داره استفاده بکنم برای صیقل دادن و پرداخت نهایی. خب تا اینجا من پرداخت رو انجام دادم. میخوایم بریم برای تست تلینگ. تنظیم غلظت رو با گواش انجام میدم و رنگ با غلظت مناسب رو بین دو تا بازوها قرار میدم. در ابتدا بدون اینکه من اون کاغذ رو بین دو تا بازو بذارم یه تستی انجام میدم. رو دست من که کشیده نمیشه نیازه که من این کاغذ رو بذارم و فاصله‌ای بین دو تا بازو ایجاد بکنم.
الان روی دست من اون رانش رنگ به سمت پایین انجام میشه. روی کاغذ هم میبینیم که یه مقداری کشیده میشه. خب این نیاز داره که یه مقدار دیگه ما پرداخت روی نوک بازوها انجام بدیم. اینجا تلینگ ما بدون اینکه فاصله ای بین بازوها باشه کار میده. خب یه مقداری سر تلینگ ما تیزه و خود این باعث میشه که یه مقدار اون پرز کاغذ اون قسمت سرش گیر بکنه و نذاره رنگ بیاد. برای همین ما نیاز داریم که با یه سنباده نرم به صورت دستی باز هم روی تیغه ها کار کنیم. به وسیله سنباده نرم بین دو تا تیغه رو هم از این جهت هم از این جهت باید صیقل بدیم و یه مقداری با صفحه سنباده‌ای که به صورت دستی هست ما روی سر تیغه ها کار پرداخت انجام بدیم. خب این کار نیاز به آزمون و خطا داره، یعنی ما باید اینقدر اینا با سنباده روش کار بکنیم تا بتونیم اون خطی که ظریف هست و به صورت مداوم کشیده میشه رو از تلینگ بگیریم. بریم برای تست. خط ضخیم شروع می‌کنیم و یواش یواش با بستن دهنه تلینگ خطای نازک‌تر ازش میگیریم. و در اینجا متوجه میشیم که اون ظریف‌ترین خطی که این تلینگ به ما میده چقدر هست. بله، این دهنه رو من به مراتب دارم تنگ‌تر میکنم که بتونم خط ظریف‌تر از لبه تلینگ بگیرم.